استاد استادان، مایسترا، اسطوره فوتبال تاجیک شریف نظرف مربی مشهور فوتبال تاجیک را شاگردان و مسئولان و هواداران فوتبال با این عنوان و لقب ها یاد کردند. این فوتبال باز و مربی معروف 2 ماه قبل از 80 سالگیش شب 30 دکبر در دوشنبه درگذشت. خانواده‌اش میگویند او نیم سال پیش به سکته مغزی گرفتار شده بود. مراسم ویدا و جنازه او در نزد خانه‌اش با حضور نزدیکان، شاگردان و شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد. استاد در فوتبال تاجیک حصه بسیار کلان گذاشتم. بسیار از سرکرده از حکومت شوروی اگر ما بگیریم نام استاد با یک حرفای زرین نوشته شده است. یعنی که شخصی که در فوتبال تاجیک روسا مترو میگن، ما میگیم که یعنی که استادا یعنی بسیار حصای زیاد گذاشتن. چی در حکومت شوروی ما گفتیم پامیر دوشنبه شاگردای زیاد دارن و چی در صاحب استقلالات ما که سرمربی تیم ملی بودن. برخی از شاگردان شریف نظرف او را پروفسوری ساحه خود می‌دانند که با این ویژگی‌های هنری دسته‌های فوتبال را به پیروزی می‌رساند. استاد شریف نظر نام بزرگ داشت وقتی که در دوره شوروی یعنی دسته آوازدار پامیر دوشنبه را از لیگ یکم به لیگ اولی برآورده بود و ما اون وقتا جوان بودیم، خیلی جوان بودیم و آرزو داشتیم که تحت رهبری شریف نظر بازی کنیم و با او مثال یک بار سلام علیک کنیم، برای اینکه به نهایت یک آدم شناخته بودن، یک آدم بزرگ بودیم، خطا نمیکنیم در ساحه خود، یعنی گویم که پروفسور بودم. شریف نظرف در آغاز با عنوان بازیگر در دسته‌های پختکار قرغانتپه و پامیر دوشنبه حمایتگر بود، اما او چون مربی فوتبال مشهور شد که زمانی کارش را همچون سرمربی دسته پامیر اوج هنری او می‌دانند که سال 1988 به لیگ عالی قهرمانی فوتبال شوروی رفت و دسته‌های مشهور چون سپارتاک مسکو را شکست داد. در حقیقت هم اگر می‌خوایم ما در حکومت شوروی اگر تیم آوازدار پامیر ما را استاد حصه کلان بازیگریم، استاد و یاردمچیان او که شخصای زیاد هستند و اون کمانده که همه دوست می‌داشت نوابسته اگر کدام خاندانی که می‌فهمیدی اگر پامیر و شریف نظرف می‌گفتن. بازیکن پرچم توریسم در آینده. دلشاد واصیف از فوتبال بازان مشهور و از شاگردان این مربی خوشنام بر این است که شریف نظرف به فوتبال باز همیشه امکان میداد. سری کار مربیگیش که باوری داشت در فوتبالیستا. خود جوان بود، خود کلانسال بود، باوری کلان داشت، میمون بازی کنه. زیر رهبری شریف نظرف دسته پامیر در سالهای 92 2 بار قهرمان تاجیکستان و 1 بار برنده جام کشور بود. نظرف سالهای 1994-95 سرمربی دسته نوبهار نمنگان ازبکستان شد و سال 97 دیگر باره به فوتبال تاجیک برگشت و سرمربی پامیر تعیین شد. او همچنین دسته ورزاب دوشنبه را 2 بار تا سطح قهرمان تاجیکستان و 1 بار برنده جام تاجیکستان رسانید. شریف نظرف در دسته های فرخ حصار، اویتار که حالا پرواز ناحیه باباجان غفورف است و خیمه دوشنبه نیز سرمربی بود. این مربی مشهور ختم کرده دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان و مکتب عالی مربیان شهر مسکو بود که سالهای 92 95 99 2003 2005 2006 بار مسئولیت سرمربی تیم ملی تاجیکستان را کشیده است. تیم ملی تاجیکستان با راهبری ایشان در سال 2006 جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست آورد. این مربی فوتبال تنها کسی از تاجیکستان بود که با بلندترین عنوان افتخاری زمان شوروی مربی شایسته اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 سزاوار گشته بود.